میگویند که دوست داشته نگیرید که در عائلتان دائم جنگ و جنجال است. بخت سفید را نمیبینید، ناگشته گیری به قدرت میرسد. راست است یا نه؟ در اسلام ما و شما گشتن گفتگی وجود ندارد. مثال تو گشتگی بگیری عائلت مثال سیاه می شود و ناگشته گیری عائلت خوب می شود. از روی گویم جمله بسیار جمله خوب. در اصل اگر ناگشته گیری مقصد از حرام های پروردگار که دور هستی، انشاءالله شاید زندگی خوب باشد. لیکن وقتی تو میگردی مقصد در بین شما نکاح نیست، شما یک جای می نشینین، یک جای سلام میکنین، یک جای دست در گردن یکدیگر می اندازین و دیگر معامله ها را وقتی که شما انجام میدهین، البته این زندگی شما زندگی تلخ می شود. زیرا شما از اول حیاتان از حرام کرده های پروردگار شروع کرده بودین. از این خاطر البته این در حیات شما شاید خطر داشته باشد. در اسلام نگاه کردن زن گناه نیست. اگرچند که اگر یک 15-20 ساله ها پیش گیریم، مثال ما و شما را نادیده زن میدادند. همون پدر و مادر میدید میآمد میگفت که بچم دید معقول است، تمام همون نکاح کده میدادند. لیکن از روی شریعت این خطا هست. باید که جوانی زنگیر باید که همون زنی را که در نکاحش می‌درآورد حقوق دارد که حسن او را نگاه کند، حقوق دارد که گبزنی او را گوش اندازد. زیرا وقتی که نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمدن گفتند ما می‌خواهیم از زنهای مدینه زن گیریم، حبیب خدا گفت به زنهای مدینه نگاه کنید که آنها در یک چشمشان خال دارند، شاید به شما معقول میشوند یا نمیشوند. برای همین دیدن زن این در اسلام گناه نیست، لیکن برای او جای واخوری اعلان کردن، با او دستی به دست کردن، شبها مثال سیر و گشت کردن، اینجا اسلام رخصت نمیدهد. شاید که تو ویا نکاح کرده نگیری، با او 1 ماه گشتی، 2 ماه گشتی، 1 سال گشتی، همون دختر را بدنام کردی، او دیگر ویا کسی ویا خواستگاری نمیکند. از این خاطر در اسلام گشتن گفتگی این حرام است، درست نیست خواهر عزیز. برای این بهترین صورتش همین است که اگر میخواهید کدام شخصی را که میگیرین، شما حقوق دارین که به حسن او، به رفتار او، از احوال او پرسین که اگان گویم گرچیک و بنگی نباشد. این امروز مثال بسیارش نمیبینن، بیچاره میگیرن میبیند که یک بنگی هست یا میبیند که گرچیک است، همون گرچیکایی که ما و شما میگوییم. برای همین البته این چیزم باید جستجو کردن در کار، تا که حیات این حیات است. این دختر ما 16 سال 17 سال پرورش کردیم به خاطر که این شوهر خوب دهیم. ما مسئولیم در این، ما صاحب داماد خوب شویم، صاحب داماد شویم که فردا خانه او در آمده از دسترخوان او 1 پیاله چای خوریم، صاحب نبیره های خوب شویم که اون فردا این نبیره ها در حق ما دعاگو شوند. وقتی ما میبراریم دختر را در یک اوباش میدهیم، پس حال دختر ما چی میشود؟ اینشان باید البته اینا شرطن در اسلام. برای همین گویم برای عاشقی همین لیلی و مجنون برای همه عاشقا درس است. حال همین عاشقی لیلی و مجنون چی شد آخرش؟ همین عاشقا باید که از لیلی و مجنون عبرت گیرند. عاشقی هیچ وقت آینده خوب ندارد. بسیار عاشقا را دیدیم، باور کنین چندین تاش آمده الکی گویم که طلاق کردن و از یکدیگر جدا شدن. چندین شخصانی که یکدیگر را در حیات دوست می داشتن عاشقی کردن، شاید 1 سال و شاید از اونم بیشتر.